ما وقتی که توی هر لحظه حرفی میزنیم، توی اون لحظه دقیقاً فکر میکنیم که اون حرفی که میزنیم بجاترین حرفی که میتونیم زده باشیم. حتی اگه دروغ بگیم فکر میکنیم که اونجا جاییه که باید دروغ بگیم، اونجا حقه که دروغ بگیم. یا اگه راست میگیم هم که یا اگر حرف علمی بزنیم همون موقع فکر میکنیم که اون فکت علمی دقیقاً درسته. ولی خیلی از ما وقتی که مطلبی رو بیان میکنیم، سخنی رو میگیم، فکر نمی کنیم که ما حق مطلق هستیم، اون حرف مطلقاً درست هستش. فکر میکنیم که آقا جان من الان به همچین تفکری عقیده دارم، من همچین حقیقت یا فکتی رو درست میشمارم و بیانش میکنم و توی ذهنم هم این احتمال رو میدم که خب یه نفر میتونه بیاد خلاف این قضیه رو به من نشون بده، یه نفر میتونه بیاد با دلیل به من ثابت کنه که آقا جان حرف تو راجع به این مسئله خاص درسته یا غلطه. اگه کسی بیشتر به من ثابت کنه حرفم درسته که به حقانیت من اضافه میشه، اعتماد به نفسم بیشتر میشه. اگر کسی بیاد به من اثبات بکنه که خب حرف تو غلط بوده، من از اون فرد ممنونم، متشکرم که به من یه چیزی یاد داده و به علم من اضافه شده. حالا توی دسته های سیاسی مختلف، دسته های دینی مختلف، گاهی اوقات این آزادی بیان رو به رسمیت نمیشناسن. اون حسی که خب اون عقیده ما در اون لحظه درست‌ترین حرفه، انقدر توی ذهن یک نفر مطلق تلقی میشه که خب خلاف نظر خودش رو شیطان مطلق میپنداره. یعنی نظر خودش رو نظر حق و نظر درست و نظر مخالفش رو بدترین نظری که ممکنه وجود داشته باشه میپنداره و فکر میکنه که اصلا وجود اون تفکر باعث نابودی جهان میشه، باعث نابودی مملکت میشه، باعث نابودی تفکر خودش میشه و این ترس باعث میشه که به جای اینکه از حق آزادی بیان خودش استفاده بکنه، به اون فردی هم که نظر مخالفی با خودش داره حق آزادی بیان رو بده و با همدیگه بشینن صحبت بکنن یا با همچون تفکری بشینه صحبت بکنه، مناظره بکنن، اصلا مشکلاتشون رو حل بکنن، یا نه به اون کسانی که میشینن و حرفا اینا رو گوش میدن بسپارن که هر کسی که خواست قضاوت خودش رو بکنه، اون موقع هیچ خشونت عقیدتی یا سیاستی در جهان پیش نمیاد. به فرض مثال من عقیده به آزادی سیاسی دارم، من عقیده دارم که انسان‌ها باید اون حزبی رو که دوست دارن، اون جریان سیاسی رو که دوست دارن پروموت بکنن، ازش حمایت بکنن و اون جریان سیاسی بتونه بیاد و توی سیاست بالا و چه میدونم نخست وزیر معرفی بکنه، رئیس جمهور معرفی بکنه و از این قضایا. یه نفر دیگه مخالف منم به اقتصاد دولتی عقیده داره، به عدالت محض عقیده داره و جریان مخالف من رو نمایندگی میکنه. من تو این لحظه با اون طرف میام چیکار میکنم؟ میام مناظره میکنم، نظراتمو میگم، نظراتشو میشنوم و بعدش هم رأی گیری میکنیم دیگه. دموکراسی به این میگن. اما اگر من فکر کنم که خب اون طرف داره یک حرف مطلقاً غلطی رو میزنه که نه تنها برای جامعه مضره بلکه برای کشور مضره، شاید برای جهان مضر باشه و حرف من حقیقتیه که مفیدترین نوع جریان سیاسیه که میتونه به کشور من، به مردم من و به جهان کمک بکنه و هیچ شانسی رو قائل نمیشم برای تفکر مخالفم که خب شاید حق با اون بود، شاید اون تونست منو راضی بکنه، شاید اون تونست نظر من رو تغییر بده. توی این همچین موقعیتی چه اتفاقی میفته؟ خشونت سیاسی رخ میده. خشونت سیاسی میتونه این باشه که شما به طرف توهین بکنی، فحش پدر مادر بدی، خواهر مادر بدی، میتونی طرف رو تهدید بکنی، میتونی طرف رو مسخره بکنی و انواع و اقسام این کارها. حالا توهین، مسخره و خیلی الفاظ دیگه درسته در ردیف مغالطات قرار میگیرن و حقانیتی رو اثبات نمیکنن، اما زیر بند همون آزادی بیان قرار میگیرن. چی جزو آزادی بیان قرار نمیگیره؟ این که طرف رو تهدید جانی بکنی،
بهش بگی حالا که تو این تفکر رو داری، اگر این تفکر رو ادامه بدی من جانتو تهدید میکنم، جون خانواده‌تو تهدید میکنم. و مرحله بالاترش میشه که باید طرفو بکشی دیگه. یه بنده خدایی تو آمریکا کشته شد به خاطر اینکه شغلش حرف زدن بود، شغلش مناظره کردن بود، شغلش دیبیت کردن بود. اسم چارلی کرک بود، دقیقاً هم همسن من بود. یه آدم خیلی موفق بود، کمپانی داشت، کلی طرفدار داشت، طرفدار ترامپ هم بود. یه مسیحی راستگرا بودش که به آزادی اقتصادی عقیده داشت، با مثلا بعضی از تفکرات چپگرایان مخالف بود، با ترنسجندرها مخالف بود و یه عقایدی برای خودش داشت. منتها موضوع اینه که کار این طرف این بودش که بشینه روی صندلی توی دانشگاه ها و کالج‌های آمریکا و با افراد مناظره کنه، از ایالتدار، از دولتمدار بگیر تا دانشجوهایی که توی اون دانشگاه درس میخوندن و نظرات مختلفی رو داشتن. روز گذشته چه اتفاقی افتاد؟ یک جریانی سعی کرد این طرف رو حذف بکنه، از راه دور بهش تیر زدن و موفق شدن. طرف مردش، بنده خدا چارلی کرک مرد. 2 بچه داشت، یه زن داشت، کلی طرفدار داشت و یک آینده خوب سیاسی داشت. خیلی ها فکر میکردن که این طرف در آینده احتمالاً یک فرد مهم سیاسی هم میتونه باشه. این فرد به خاطر اینکه یک کسی از جناح مقابل فکری سیاسیش به آزادی بیان عقیده نداشت، حذف شد، کشته شد. ما با هر عقیده‌ای، با هر دینی، با هر ایدئولوژی، با هر گفتمانی، چه بهتر که تو دنیای خشونتبار امروز سعی کنیم به این عقیده برسیم که حرف ما درسته، که فکر میکنیم حقه و باید بگیمش، اما حق مطلق نیستیم. ممکنه تفکرمون امروز با فردامون تغییر بکنه، ممکنه که تفکر روبرویی ما حتی یک روز به ما اثبات بشه که درسته. سعی در حذف به هر قیمتی نباشیم. حذف سیاسی میتونه شکل بگیره از روش دموکراسی، از روش مناظره، از روش نظرخواهی، ولی نه تهدید، نه تهدید جانی، حتی نه توهین، نه مسخره کردن، نه کشتن طرف. این باید از تفکرات انسانها در جهان پاک بشه تا ما بتونیم راحت‌تر با هم دیگه گفتگو بکنیم، جامعه انسانی رو پیشرفت بدیم که راحت‌تر بتونیم پیشرفت بکنیم در علم، در سیاست، در راحت زندگی کردن انسانها. پس چی شد؟ حق آزادی بیان تا وقتی که جان کس دیگه ای رو تهدید نکرده باشن قابل احترامه. شما راجع به هر موضوعی میتونی حرف بزنی، راجع به هر موضوعی میتونی مناظره بکنی، اما تو حق مطلق نیستی، طرف مقابلت هم شر مطلق نیست.